ما موحد را مسلمان را موحد بگیم، زیرا که مسلمانی که موحد نباشد وجود ندارد و موحدی که مسلمان نباشد وجود ندارد. مسلمان همون موحد است و موحد همون مسلمان است که من و شما میگیم که مسلمان برادر مسلمان است. همون موحد همون کسی است که الله اونها را سماکم المسلمین مسلمان نامیده است. انما المؤمنون اخوه گفته است، اینها مؤمنین و موحدین هستند. بارک الله فیکم. از همین جهت عبدالله بن عباس میگن که هر یک آیتی که در قرآن آمنو آمده است ای وحدو است، مؤمنون آمده است ای موحدون است، ایمان آوردگان آمده است ای موحدان آمده است. پس ما وقتی که میگیم که برادران موحدی من، یعنی برادران مسلمان من، برادران مؤمن من، برادران موحدی من، اون کسایی که شرک ندارید و کفر ندارید. شرک ندارید یعنی شما مشرک نیستید و کفر ندارید، یعنی کفر اکبر رو نمیکنید، استهزاء و دشنام الله بغیر رو ندارید و شما کفر به طاغوت دارید و البته از لشکر این طاغوت نیستید.